بچه ما یه رسم نانوشته داریم آخر سالا که همه باید بیان تجهیز، چه بخوای خرید کنی چه خریدی نداشته باشی. حداقل یه 3-4 ساعتی باعث میشه حالمون خوب بشه. بریم با هم یه دوری تو بازار بزنیم. نوروز اومد بازم حاجی فیروز اومد، یالا باشین جشن بگیرین بازم عمو نوروز اومد. آدمی جونه دلم چشم خبر سوزه بینه که در سبزه و سیر و سمنو کنار آینه شمدونه، چه حس خوبیه برام وقت خوشی پیشمونه. آش خانم اینا رو میتونی ببری؟ آره میدونم. ببین سنگینه ببینی؟ اینای من دورت بگردم. من حاجت روا باشه. همه چی توش هست دیگه. میبرم دستت درد نکنه. خواهش میکنم قربون شما. خدا نکنه حاجت روا باشه. خوبم. ما هم شانسی باشیم امروز بیایم ببینیم هستین نیستین چجوری این اوضاع احوال چطوره؟ همینطوری دیگه. خدا رو شکر. دستت درد نکنه. ببینید حاجت روا باشه. سلامت باشین. حاجت دلت